مادرتون هستن؟ بله نیروی چشم هستن. انشالله که همیشه سایه‌شون بالا سرتون باشه. با شما زندگی میکنن؟ وقتی پدرم فوت کرده با من همسرم زندگی میکنن. خب ما یه چالش باهاتون داریم. همین الان به همسرتون زنگ بزنید بگید که من میخوام مادرم ببرم بذارم خونه سالمندان. ببینیم چی میگه. نه نمیتونم همچین چیزی رو بگم. مادرم دوستم. زنگ بزن پسرم، شوخیه. باشه مادر جان. آقا تا ایشون زنگ میزنه میخوام بهتون صندوق سرمایه‌گذاری آرمان تراست رو معرفی کنم. 10 تا 20% نسبت به میزان سرمایه‌تون بهتون سود میدن تا 1.5 برابر هم سرمایه‌تون رو بیمه میکنن. از $100 بالا میتونید سرمایه‌گذاری کنید. اطلاعات بیشتر تو کپشن براتون گذاشتم. عزیزم میخواستم یه چیزی رو بهت بگم که چند وقته داره فکرم درگیر میکنه. عزیزم میگم مادر بزنین خونه سالمندان. من دیگه نمیتونم. از تفریحاتمون زدیم، اشغالامون افتادیم، نمیتونیم جایی بریم راحت. بی خود میکنی، تو غلط میکنی که میخوای همچین کاری بکنی. یه مادر خودم دیگه. مادر منم هست. تو چیکار کردی برای مادر؟ من همه کاراشو دارم میکنم. وقتی الان با مادر خودت دیدی فردا